میدونید که ما تو جا خوابمون شریکیم. ایشون هرگز حاضر نیست جای دیگه ای بخوابه. صبح که پا میشم اینم یه چیزی همه پامه حالا خوبه دیگه. من خیلی حساسم، حواسم هست خانمو له نکنم. چون قبونی بیدم چه آفتابم دوفته گرمی نیست. پاشو بابا صبح دختر ماما قربونش برم. یه دقیقه بریم اون یکی ببینیم کجاست. اون یه میز اینجا بود قشنگ، روکش هم داره، بر خودش جا خواب درست کرده. شنیم صبح بخیر عزیزم. وای یک هفته‌ام میاد اینجا پشت این پنجره بعد از ظهر اصلا عادت کرده میاد با این بازی کنه.